خدمتتون هستم با آموزش ابتدای آهنگ اسم کامواتر. چیز خاصی نداره، یه باره میگیریم از سیم 4 به پایین یا ترجیحاً یه نیم باره که سیم 4 و 3 یا 4 3 و 2 رو برامون نگه داره. توی کل آهنگ فقط سیم 4 و 3 رو با انگشت آی و ام میزنیم. ابتدای آهنگ هر دو سیم رو به صورت آزاد میزنیم، بعد نیم باره رو روی فرت سوم میذاریم، دوباره دو تا سیم رو میزنیم و هر کدوم یک ضرب طول میکشه، یعنی بعد میریم روی فرت پنجم، دوباره دو تا سیم میزنیم، سر ضرب چهارم یه اسلپ میکنیم و روی برگشتش باز دو تا سیم رو آزاد میزنیم. یعنی میزان اول اینطوری میشه. میزان بعدی یه نیم ضرب سکوت داره، روی برگشتش یک ضرب دوباره فرت سوم، میایم روی فرت 6 یک نیم ضرب و یک سر ضرب بعدی، دوباره فرت 5 و ضرب آخرم اسلپ. میزان اول و دوم با هم اینطوری میشه. میزان سوم دوباره آزاد هر دو سیم، فرت سوم، فرت پنجم، اسلپ و روی برگشتش فرت سوم. و میزان آخر هم ضرب اول یک نیم ضرب سکوت و روی برگشتش آزاد سیم سوم و چهارم. از اول آروم میزنم.